سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به ایزوچیا خوش اومدید. من چیا هستم، کارشناس ارشد صنایع غذایی و همونطور که بهتون قول داده بودم تو این ویدیو هدف ما از راه اندازی این چنل خدمتتون عرض میکنم و این که بهتون میگم چه کسایی میتونن مخاطب این چنل باشن. دلیلی که دارم میخندم اینه که انقدر این ویدیو رو زیاد ضبط کردم، 20 بار فکر کنم شده تا الان و هر بار وسط یه سوتی خیلی گنده میدم و مجبورم از اول ضبط کنم. امیدوارم این سری بشه. حالا از شما حضورتون که قبل از هر چیز بیاید در مورد دامنه فعالیت چنل باهاتون حرف بزنم. تو این چنل من در مورد شروع یک کسب و کار، حالا در بیشتر صنایع غذایی و کمتر سایر فعالیت‌های شرکت‌های دیگه باهاتون حرف می‌زنم. البته من مشاور کسب و کار نیستم و تخصصی هم تو این زمینه ندارم، اما در مورد اینکه یک شرکت رو چجوری راه اندازی کنیم، چه مدارکی میخواد برای دریافت پروانه‌های لازم، پروانه‌های بهداشتی، پروانه‌های استاندارد، باید به کجاها مراجعه کنیم، چجوری تو سامانه تیتک ثبت نام کنیم، چجوری کد IRC دریافت کنیم، در این مورد باهاتون حرف بزنم. کسایی که حالا کسب و کارم از قبل دارن و میخوان کسب و کارشون رو حالا پیشرفت بدن میتونن همراه من باشن، چون در مورد کاروبار صادرات و واردات باهاتون حرف میزنم، در مورد پر کردن فرم‌های پروفورما، همچنین چجوری میتونید ترخیص کالا انجام بدید تو سامانه جامعه تجارت باید چیکار کنید. حالا سعی میکنیم یه کلیاتی رو در این مورد حرف بزنیم. پس کسایی که میخوان یک کسب و کار راه اندازی کنن یا کسب و کارش رو توسعه بدن میتونن از مخاطبای ما باشن. همچنین دوستای عزیزی که دارن صنایع غذایی میخونن یا صنایع غذایی رو خوندن و فارغ التحصیل شدن و میخوان توی جایی مشغول به کار بشن به عنوان حالا مسئول فنی یا مدیر کنترل کیفیت، بازم میتونن همراه من باشن. چرا که من سعی میکنم در مورد راههای حالا دریافت مجوزها، آموزش‌ها، در مورد استانداردها، اینکه چجوری باید توی استاندارد بگردیم، یه استاندارد رو پیدا کنیم، چجوری مطالعه کنیم، حرف میزنم باهاتون. طبیعتا کسایی که حالا مهندسی شیمی هم خوندن میتونن همراه من باشن تو این زمینه. همچنین یه قسمت عمده ما فعالیتامون رو به تقلبات صنایع غذایی، چه تقلبات و چه کلاهایی که میخوان سرمون بذارن هم در موردش حرف میزنم. البته این قسمت رو به صورت ویدیوهای شورت کار میکنم، نه حالا ویدیو لانگ طولانی رو به مسائل خیلی مهمتری سعی میکنم اختصاص بدم، ولی یه قسمت از دامنه فعالیت ما هم در مورد این کلاهای گنده‌ای که دارن سر ما میذارن شرکت برای صنایع غذایی و دیگه چی مونده. در مورد ثبت شرکت میگم حرف زدیم، در مورد این ویدیو هم حرف زدیم. یه قسمتی هم من خیلی دوست دارم به دلیل اینکه حالا آموزش‌ها مجازی شده، واقعا دانشجوها متأسفانه دسترسی به وسایل آزمایشگاهی ندارن. من سعی می‌کنم در مورد کالیبراسیون دستگاه‌ها و آموزش حالا معرفی یک سری از شیشه‌آلات مهم و نحوه کار با اونها براتون توضیح خواهم داد. پس حتما این قسمت از ویدیو حالا کسایی که میخوان یاد بگیرن میتونن همراه من باشن و همین این کلیاتی از کارهایی که قرار انجام بدم من توی این چنل و امیدوارم شما هم همراه من باشید. روز خوبی داشته باشید و خیلی ممنون از اینکه همراه من هستید. کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. تا یک ویدیو دیگه امیدوارم سالم و سلامت باشید. خیلی ممنونم. مرسی.